رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید کسی که سنت را انجام نمی‌دهد داخل جنت نمی‌شود. کسی که سنت ها را ترک می‌کند داخل جنت نمی‌شود. این رو من نمیگویم، رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید کل امتی یدخلون الجنه. حدیث امام بخاری است، 7280 رقم حدیث در بخاری، کتاب الاعتصام. کل امتی یدخلون الجنه، کل امت من داخل جنت می شود الا من ابا، مگر کسی که ابا بکند. کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا، کل امت من داخل جنت می شود کسی که ابا بکند. صحابه گفتن قالوا یا رسول الله من ابا، کی از شما ابا می کند؟ کی کسی که مسلمان است از شما ابا می کند؟ فرمود من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا، کسی که اطاعت از من کرد داخل جنت می شود و کسی که